سلام دوستان، امروز اینجاییم با موضوع آموزش کامپیوتر به کودکان. اگه شما هم نگران آینده کودکانتون هستید و میخواید که در آینده فرد موفقی باشه، این ویدیو برای شماست. داخل دنیای امروز در هر شغل زمینی اگه فردی بخواد موفق باشه، باید نحوه استفاده از کامپیوتر رو در سطح‌های مبتدی تا حرفه‌ای یاد بگیره. من علیرضا هستم و اینجا در کانال دانش مفید روش‌های استفاده از کامپیوتر رو به صورت گام به گام آموزش دادم. پس کانال ما رو دنبال کن که به یکی از حرفه‌ای‌ها در این زمینه تبدیل بشید. شما میتونید از طریق این نشانی‌ها به آموزش‌های ما دسترسی داشته باشید که البته این نشانی‌ها رو در کپشن هم برای شما نوشتم. خدا نگهدار.